به به سینه والا، موشکاف اینجا، موشکاف اونجا، موشکاف همه جا. آقای موشکاف، آقای موشکاف. خب دوستان عزیز، ما رو بگو که می‌خواستیم ورود آقای موشکاف به برنامه رو به صورت غافلگیرانه مطرح بکنیم، ولی خب بازم ایشون ما رو غافلگیر کردن. سلام خدمت آقای موشکاف بسیار عزیز. سلام از بنده است. بنده سلام کردم، ولی ظاهرا سرتون شلوغ بود. مگه دکتر بزن بهادر و ملا حسنی و 120 ثانیه با ایمیلا و این حرفا برای شما وقت باقی میذارن آقای مجری؟ اختیار دارین، ما برای شما همیشه وقت داریم آقای موشکاف. خب چه خبر؟ کم پیدایین؟ آقای مجری داشتیم. ببین موشکاف کم پیدایی تو کارش نیست. اگه دیدی تو سایلنته، بدون یه گوشه یه کارایی داره صورت میده که صداش بد بلند میشه. الانم اینجا تو نیویورکم. شما کجا؟ نیویورک کجا؟ قراره تو نیویورک اون چنان بساط موشکافی رو فن کنم که بیا و تماشا کن. سه‌شنبه 24 سپتامبر، تاریخارم دارم خارجی میگم، ببخشید، همون 2 مهر خودمون قرار شیخ فری بیاد اینجا نیویورک واسه گربه رقصونی. میخوایم اینجا پنبه زنی را بندازیم، میخوایم فیزگول با بیلا کنیم. شیخ فری میخواد بیاد تو مجمع عمومی سازمان ملل روزه من بمیرم باور کنین معتدلم بخونه. یعنی بگه این که میگن خر همون خره پالونش عوض شده اشتباهه. خب باشه، قبول، خر یه خر دیگه است ولی خر سوار همونه که بوده. میخوایم کاری کنیم که وقتی برگشت پیش کوسه، به جای خاطرات لاس وگاس از خاطرات آشولاش شدنش تعریف کنه. با اجازه رفقا میخوام 4 اسبه هم بتازم. به خاطر همین فعلا خداحافظی مفصل نمی کنم. قربون همتون برم، زد زیاد. خیلی ممنون، خدا نگهدار شما. آقای موشکاف.